یک محفل سالینوی شامی 30 دکبر در پس این دروازه با فاجعه انجام یافت. در این حولی نزد بینایی 5 محله 19 شهر خوجند هنوز آثار از محفل آن روز باقی است. 4 نفر بر اثر زهرآلودشوی جان باختند و 4 نفر دیگر حالا زیر نظر طبیبان هستند که در میانشان یک زن هم هست. حالا در انجامخانه این حولی از طرف دادستانی مهر زده شده است و در این اداره به رادیوی آزاده گفتند به تشخیص این حادثه شروع کردند. قابل جان که پدر 51 سالش را از دست داده است میگوید پدرش برای آش پختن به آنجا رفته بود. لیوا خواننده همکار خانم میخواد. الکه فهمیدید که حادثه شده است. قبلا گفته میشد آنها از استعمال آش زهرآلود شدند. حالا فرضیه دیگری درباره آشامیدن شرابی خودساخت زهرآگین نیز به میان آمده است. اقربای یکی از فوتیدگان به رادیو آزادی گفته است مقامات به آنها وعده دادند حادثه را موشکافانه تدقیق میکنند. جسد 4 نفر فوتیده را شام 31 دکبر به خاک سپردند و وضع 4 نفره که در بیمارستان شهریند معتدل گفته می شود.